به نام خدا، به دومین قسمت آموزش برنامه کاربردی الستریتور از کانال یوتیوب سبق خوش آمدید. بنده محمد علی علیزاده هستم و در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در قسمت اول آموزش ما پرداختیم به معرفی و نصب برنامه کاربردی الستریتور و برای شما از آن هم گفتیم ما از نسخه 2023 برنامه الستریتور استفاده میکنیم. اگر شما هم نسخه های قدیمی را دارید اشکال چندانی نداره، چون از سال 2018 به بعد تفاوت چندانی در برنامه کاربردی الستریتور وارد نشده و این آموزش ها برای شما هم مفید و خوب خواهد بود. دوستان عزیز، ما در جلسه قبل پرداختیم به این که این برنامه یک برنامه کاربردی در بخش دیزاین لوگو و طراحی تابلو و مسائل چاپی و از این دست و تبلیغات. وقتی شما برنامه کاربردی الستریتور رو نصب کنید با یک چنین فضای روبرو خواهید بود که در این حالت ما تمام ابزار را در جعبه ابزار نداریم و شما میتونید بیاید از این قسمت و روی اسنشل کلاسیک بگذارید که تقریبا ما در تول باکس تمام وسیله ها و ابزارهای لازم را داریم. در قسمت اول هم برای شما از آن تصریح کردیم که روش آموزش ما طوری است که ما در قدم اول میپردازیم به تول باکس و تول باکس رو به صورت کامل برای شما معرفی میکنیم و بعد از اگر نکته باقی مانده بود میپردازیم در قسمت مینوها و نکات لازم را برای شما از آن به آموزش خواهیم گرفت. دوستان عزیز، اولین وسیله یا ابزار را که ما برای شما معرفی میکنیم ابزار سلکشن تول. شما وقتی روی ابزار قرار بگیرید به صورت پیشفرض توسط خود برنامه برای شما نشان داده میشه که چه کارهایی را انجام میده. عموما ابزار سلکشن تول برای انتخاب شیپ، متن و آبجکت هایی هسته که شما در برنامه یا در روی صفحه الستریتور شما رسم کردید. مثلا ما یک شیپ را رسم میکنیم، یک شکل را رسم میکنیم و اگر بخوایم این اشکال را انتخاب کنیم، مثلا از حالت انتخاب اگر خارج باشه، ما توسط ابزار سلکشن تول میتونیم میره انتخاب کنیم و میتونیم از قسمت هم تغییرات را بیاریم و در حقیقت رأس اشکال را تا حد امکان منحنی بسازیم تا حد لازم. اما یک نکته را که نمیتونیم توسط این ابزار عملی کنیم یه که ما نمیتونیم یک از رأس ها را به صورت درست یا به صورت دقیق فقط یک رأس یا یک نقطه را انتخاب کنیم یا یک انکر پوینت را انتخاب کنیم. بنابراین میایم از ابزار دیگه به نام دایرکت سلکشن تول استفاده میکنیم. تفاوت دایرکت سلکشن تول با سلکشن تول در این است که ما میتونیم به صورت بسیار ساده یک از نقاط را انتخاب کنیم و روی از تغییرات بیاریم. شما میتونید توسط ابزار دایرکت سلکشن تول نقاط یا انکر پوینت ها را به صورت انفرادی یا تنهایی میتونید انتخاب بکنید. تفاوت دایرکت سلکشن تول و ابزار سلکشن تول در این است که ما میتونیم توسط ابزار دایرکت سلکشن تول هر نقطه یا هر انکر پوینت را که خواسته باشیم میتونیم انتخاب کنیم. مطلب بعدی که ما میتونیم ما بخوایم به آموزش بپردازیم گروپ سلکشن تول. ما یک چند تا شکل را برای شما از آن رسم میکنیم تا بتونیم ابزار گروپ سلکشن تول را به صورت کامل برای شما معرفی کنیم و ببینیم که چه تفاوت هایی با ابزار دیگه سلکشن داره که در این بخش گنجانده شده. خب مثلا ما چند تا شیپ را داریم، میتونیم رنگ های از هم تغییرات بیاریم که مثلا چه رنگ هایی داره یا مثلا به خاطر از کار بهتر بفهمیم میتونیم تفاوت رنگ رو اعمال کنیم تا بتونیم تفاوت کار ابزار را متوجه شیم. دوستان عزیز، ما در اینجا 4 دانه شکل یا 4 تا شیپ داریم. اگر اینا رو بخوایم به گروپ تبدیل کنیم میایم توسط این بخش یعنی راست کلیک میکنیم و این را تبدیل به گروپ میکنیم. خب فعلا اگر ما توسط ابزار سلکشن دایرکت سلکشن تول یک از اینها رو انتخاب کنیم نمیتونیم به صورت انفرادی هر یکی از این اشکال رو انتخاب کنیم، چون هر کدام اینها که انتخاب باشه کل گروپ انتخاب میشه و اگر ما بخوایم تغییرات رو بیاریم در کل گروپ اعمال میشه. بنابراین در این قسمت ما میتونیم از ابزار گروپ سلکشن تول استفاده کنیم. وقتی از این ابزار استفاده کنیم ما میتونیم هر شکل را به صورت انفرادی انتقال بدیم و تغییرات را اعمال بکنیم. خب
مثلا اگر ما بخوایم یک تغییرات را در یک از شیپ ها بیاریم میتونیم از این استفاده کنیم. خب مثلا ما بخوایم روی از این تغییرات بیاریم، این را موقعیتش رو تغییر بدیم، یا بتونیم مثلا یک قسمت از زیر تغییرات بیاریم، میتونیم توسط گروپ سلکشن تول استفاده بکنیم. اگر ما بیایم روی ابزار سلکشن یک از اینا رو انتخاب کنیم، کل گروپ انتخاب میشه. بنابراین اگر ما خواستیم در یک گروپ یک شکل و یا یک متن را به صورت انفرادی انتخاب کنیم، میتونیم از ابزار گروپ سلکشن تول استفاده کنیم. خب دوستان عزیز، ابزار بعدی را که ما میخوایم برای شما معرفی کنیم ماجیک وند توله. طوری که آموزش پیشفرضش در اینجا برای ما شما قرار داده شده، تفاوتش با دیگه ابزار در این قسمته که ما میتونیم توسط این ابزار فقط اشکال یا شیپ هایی که همرنگ یا دارای یک خاصیت باشه، مثلا ما یه شیپ داریم با چنین رنگی، بیایم اگر یک شیپ دیگر رسم کنیم با یک همچون حالتی با چنین مشخصات و یک شکل دیگر هم بگیریم با همین مشخصات، یعنی با همین مشخصات رنگی یکسان. اگر ما بخوایم یکی از اشکال را انتخاب کنیم، خب میتونیم توسط ابزار سلکشن انتخاب کنیم. اما اگر بخوایم تمام اشکال و شیپ هایی که دارای چنین رنگی هست، میتونیم توسط ماجیک وند تول تمام اینها رو انتخاب کنیم. بر فرض مثال ما آمدیم روی این شیپ قرار گرفتیم و میگیم که تمام اشکال و شیپ هایی که با چنین مشخصات رنگی وجود داره رو برای ما انتخاب کنیم، که شما طوری که میبینید تمام اشکالی که دارای چنین خصوصیت رنگی است برای ما و شما به حالت انتخاب میاره که ما میتونیم اینا رو تغییرات بیاریم. خب این هم بود معرفی ابزار ماجیک وند تول که ما توسط ابزار میتونیم اشکال دارای مشخصات یا خصوصیت رنگی مشابه را انتخاب بکنیم. ابزار بعدی که برای شما از آن معرفی میکنیم ابزار لیسو تول. توسط ابزار لیسو تول شما میتونین یک قسمت از شیپ یا یک سری از نقاط شیپ را شما میتونید انتخاب کنید. بر فرض مثال ما میم در قسمت این شیپی که در حقیقت ستاره است، ما میخواییم این رو انتخاب کنیم. توسط ابزار سلکشن تول ما فقط میتونیم این شیپ رو انتخاب کنیم و نمیتونیم یکی از نقاط از این انتخاب کنیم. اما توسط دایرکت سلکشن تول ما میتونیم یک از نقاط رو انتخاب کنیم. اما اگر ما بخوایم یک بخش از این شیپ، یک نقاط بخش از این شیپ را انتخاب کنیم، میم از ابزار در حقیقت لیسو تول این نقاط را انتخاب میکنیم. بر فرض مثال ما میخوایم توسط ابزار لیسو تول این قسمت یا این نقاط را فقط این نقاط را انتخاب کنیم. فعلا این نقاط برای ما و شما انتخابه و ما میتونیم مثلا تغییرات را روی از این نقاط اعمال کنیم. چرا؟ چون ما توسط ابزار لیسو تول این بخش از نقاط را ما برای ما انتخاب کرده بودیم. یا میایم روی یک شکل دیگه این نکته را بازم عملی میکنیم. مثلا ما توسط ابزار لیسو تول میایم فقط این قسمت از شیپ را انتخاب میکنیم که میگیم نقاطی که در این محدوده قرار میگیره برای ما انتخاب کنیم. خب اگر دوباره بیایم روی دایرکت سلکشن تول میبینیم که همون سه نقطه‌ای را که ما انتخاب کرده بودیم انتخاب شده و ما میتونیم تغییرات خود را روی این نقاط انتخاب شده اعمال کنیم. خب دوستان عزیز، این هم بود از ابزار سلکشن که ما در حقیقت 5 نوع ابزار سلکشن داریم. اولش سلکشن توله که شما میتونید فقط یک شیپ رو انتخاب کنید. مسئله بعدیش یا ابزار بعدی دایرکت سلکشن توله، شما اگر بخواید یک نقاط رو انتخاب کنید یا فقط یک نقطه رو انتخاب کنید توسط دایرکت سلکشن تول این کار را انجام میدید. گروپ سلکشن تول اگر ما یک گروپی داشته باشیم، گروپی از شیپ ها، اگر بخوایم در داخل گروپ یک شیپ رو انتخاب کنیم و جای یا موقعیتش رو تغییر بدیم، میایم از گروپ سلکشن تول استفاده میکنیم. اگر بخوایم اشکال دارای خصوصیت رنگی مشابه را انتخاب کنیم، میتونیم از ماجیک وند تول استفاده کنیم که اشکالی که دارای خصوصیت رنگی مشابه است برای ما انتخاب میکنه. و ابزار بعدی هم لیسو توله که ما توسط این ابزار میتونیم یک بخش از شکل یا نقاط بخش از یک شکل را توسط ابزار انتخاب کنیم و تغییرات بیاریم. کنترل صفر هم در حقیقت صفحه را به اندازه خود همه آرت بورد را به اندازه
صفحه نمایش ما و شما قرار میده. چون وقت هست ما میپردازیم به آموزش ابزار بعدی که ابزار پنتول باشه. خب ما کل شیپ ها رو پاک میکنیم تا ساحه برای ما و شما آزاد شد و ما بتونیم که مسئله پنتول را یا ابزار پنتول را برای شما معرفی کنیم. دوستان عزیز، اگر این نکته را برای شما اذعان بکنیم که تقریبا تمام برنامه ایلاستریتور توسط همین ابزار یعنی پنتول پشتیبانی میشه، حرفی دور از منطق نخواهد بود. چون اگر کلا برنامه ایلاستریتور رو بررسی کنیم، انکشاف یک پنتول باعث ایجاد یک برنامه به نام ایلاستریتور شده. توسط پنتول ما میتونیم یک سری اشکالی که به شکل منظم ما در خود برنامه نداریم میتونیم انتخاب کنیم. البته ما و شما میتونیم بسیار تغییرات یا بسیار اشکال پیچیده‌ای را توسط این ابزار به وجود بیاریم. بر فرض مثال ما و شما یک شیپ داریم که میخوایم مثلا این شیپ را توسط این ابزار رسم کنیم و در حقیقت به وجود بیاریم که ما میتونیم توسط ابزار پنتول این کار را برای یک سری تصاویر انجام بدیم تا بتونیم تصاویر دلخواه خود را داشته باشیم. دوستای عزیز، البته به حالت عادی نمیشه به اهمیت این وسیله یا این ابزار خیلی پی برد. اگر ما بعدا در انشالله آموزش های ما را دنبال کردید در قسمت کارهای عملی یا پروژه‌ای که توسط برنامه ایلاستریتور برش ما کار میکنیم، حتما به اهمیت این ابزار یا این وسیله پی خواهید برد. نکته بعدی که ما در زیر مجموعه پنتول داریم اد انکر پوینت تول، یعنی ما اگر بخوایم در یک شیپی داشته باشیم، بر فرض مثال ما یک شیپ را توسط ابزار پنتول رسم میکنیم، خب فعلا ما در همین شکل در حقیقت 4 نقطه یا 4 انکر پوینت داریم در 4 رأس که ما میتونیم اگر بخوایم تغییرات را بیاریم میتونیم با استفاده از همین انکر پوینت ها میتونیم تغییرات را اعمال بکنیم. حالا اگر ما خواسته باشیم که در این قسمت هم یک نقطه ای را داشته باشیم تا بتونیم تغییرات جدید را اعمال کنیم، میایم در این قسمت و اد انکر پوینت تول را انتخاب میکنیم. توسط این ابزار یا توسط این وسیله ما میتونیم در هر نقطه‌ای که خواسته باشیم میتونیم یک انکر پوینت اضافه کنیم و بعد توسط ابزار سلکشن میتونیم تغییرات را روی اینها اعمال بکنیم. مثلا حالا میایم روی توسط دایرکت سلکشن تول یک از این نقاط را انتخاب میکنیم و میگیم که برای ما تغییرات را اعمال بکنه که به صورت بسیار ساده ما میتونیم در حقیقت تغییرات را بیاریم. خب اگر شما خواسته باشین در یک قسمتی از شیپ یا شکلتان یک نقطه را اضافه بکنید، با استفاده از ابزار به نام اد انکر پوینت تول شما میتونید یک نقطه را استفاده بکنید یا اضافه بکنید در شیپ یا شکلتان. خب نکته بعدی هم دلیت انکر پوینت تول که توسط این گزینه یا توسط ابزار ما میتونیم اگر شکل داشته باشیم یک قسمتی از شکل یا یک از نقاط شکل را ما میتونیم پاک کنیم. بر فرض مثال ما شما چنین شکل را داریم، میخوایم یک از نقاط یا یک از رأس‌های این شکل را پاک کنیم، میایم از این گزینه به نام دلیت انکر پوینت تول استفاده میکنیم و یک از نقاط را میتونیم پاک کنیم. این برعکس اد انکر پوینت تول که در او بخش ما میتونستیم نقاط اضافه کنیم، اما توسط این وسیله یا توسط این ابزار ما میتونیم نقاط را پاک کنیم. حتی شما در شیپ ها میتونید این کار را انجام بدید. بر فرض مثال ما یک شش ضلعی داریم که میخوایم مثلا یکی از انکر پوینت ها یا یکی از رأس هایی را پاک کنیم، میتونیم توسط ابزار دلیت انکر پوینت تول ما را به صورت کامل نقاطش را پاک کنیم و از بین ببریم. مطلب بعدی انکر پوینت تول این چه کاربردی برای ما شما داره؟ اگر ما بخوایم یک پنتول از پنتول یک شکل یا شیپ را بکشیم، میتونیم توسط ابزار انکر پوینت تول روی این نقاط یا روی انکر پوینت قرار بگیریم و این را به شکل منحنی در بیاریم. اگر ما بخوایم از نقاط که دارای رأس هست یک منحنی بسازیم، میتونیم از ابزار انکر پوینت تول استفاده کنیم که البته اهمیت کاربردی وسیله هم وقتی که به کارهای عملی توسط برنامه ایلاستریتور بپردازیم شما به اهمیت وسیله پی میبرید. نکته دیگه ای که باید برای شما از آن واضح شوی است که اگر ما بخوایم
از اول به حالت منحنی رسم کنیم. شما وقتی که نقطه اول را توسط پین تول انتخاب کردید، روی نقطه دوم وقتی کلیک کردید، کلیک ماوس را رها نکنید و بعد میتونین به صورت منحنی هم شما میتونین در بیارین. البته اگر فقط صرف یک نقطه را اضافه کنید به صورت رأس میتونین بسازین، اما اگر خود ماوس را رها نکردین و میتونین به صورت منحنی هم بسازین. البته نکته دیگه ایره که اگر ابزار پن تول انتخاب باشه، شما بخواید یکی از نقاط را به شکل منحنی بسازید، حتما آلت را از روی کیبورد بگیرید و میتونین این نقاط را، مثلا این نقطه‌ای که ما روش قرار گرفتیم به صورت منحنی نیست، ما میخوایم به صورت منحنی بسازیم، میم روی همین نقطه قرار میگیریم و البته آلت را از روی کیبورد باید فشار داده گرفته باشیم تا بتونیم این تغییرات را اعمال بکنیم. دوستان به نهایت عزیز، این هم بود دومین قسمت آموزش برنامه کاربردی ایلاستریتور. امیدواریم که در ویدیوهای بعدی و بخشهای بعدی نیز با ما همراه باشید و این آموزش ها برای شما عزیزان مفید فایده باشه. تا ویدیوی بعدی و آموزش بعدی شما رو به خداوند پاک میسپاریم. الله یار و مددگارتان.